اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على. دعای روز اول ماه مبارک رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه عن نومة الغافلين وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين واعف عني يا عافيا عن المجرمين. به نام خداوند بخشنده مهربان. خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست، همان گونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم درود فرستاده ای. همانا تو ستوده ای با مجد و عظمتی. خدایا در این روز روزه مرا از نوع روزداران واقعی و برپا داشتن نمازم را مانند نمازگزاران حقیقی بگردان و مرا از خواب غفلت بیدار کن. و ای خدای عالمیان، جرم و گناه مرا ببخش و از بدیهایم درگذر ای بخشنده گناهکاران.